وای بر شما، وای بر شما. وزیر خارجه امریکا در همایش امضای توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان میگوید که طالبان برای عملی ساختن تعهداتشان باید پابند باشند. و سرانجام پس از 18 ماه گفتگوها آقای زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و مسئول دفتر طالبان در قطر توافقنامه صلح امضا کرد. گام‌هایی را که طالبان باید بردارند این هستند که تعهداتی را که بر بنیاد این توافق کردند به آن عمل کنند تا زمینه صلح پایدار در افغانستان فراهم شود. از سوی هم ملا عبدالغنی برادر مسئول دفتر طالبان در قطر از پابند بودن این گروه در عملی ساختن تعهداتشان اطمینان می‌دهد. وای بر شما، وای بر شما. بلکه دفاع و حمایت همه جانبه از آن را وجیبه دینی و ملی تمام ملت ما می‌دانیم. آیا با این تعهدی که ما کردیم هستیم؟ ما یک بار دیگر بیعت خیش را با زعیم امارت اسلامی امیر المؤمنین شیخ الحدیث هبت الله آخونزاده حفظه الله تجدید و از وی قاطعانه حمایت می کنیم. جنابشان را من حیث حاکم شرعی و زعیم امارت اسلامی پذیرفته و میپذیریم و از درگاه الله سبحانه و تعالی برایش در تمام امور دینی و دنیوی توفیق استدعا می. وای بر شما، وای بر شما. میگم زندگی که در او چپه شدن و غلطیدن و بندی شدن و زدن نباشه او واقعا زندگی لذت نداره. همیشه یکسان زندگی برای فرد مسلمانی واقعی قطعا نمیزیبه. الله متعال ما را به این خاطر پیدا نکرده. بیشتر شیخ صاحب گفتم پای چی شده؟ گفت بله خو انسان هست، لقد خلقنا الانسان فی کبد. الله متعال این مشقت ما را پیدا کرده. ما واقعا از الله متعال استقامت و صبر براتون میخوایم که به این دیار شما یک آواز توحید بلند کردید، جوانات گردتون جمع شد. یکی روزگار اول ماست، چون قرآن در دست ماست. الله متعال سخنایی را که از انبیاء سابقه علیهم السلام برای ما نقل میکنه، برای از این نقل نمیکنه که ما را خو نبره، صاف ما پیر شود. او را به این خاطر نقل میکنه که برای ما درس میده. آیتی را که خواندم الله متعال میگه و کأی من نبی، بسیار از انبیاء علیهم السلام قاتل معه ربیون کثیر، به همراهی پیغمبران اشخاص همرکاب امی انبیاء علیهم السلام بودن در جهاد و مبارزه، کسانی را که خود تربیت کرده بودند، خود یا را تعلیم داده بودند، اما به همراهیشان مبارزه را شروع و ادامه داده بودند. خود چی شده؟ حالاتی اون مردم چی رقم بود؟ آیا محض مبارزه را که شروع کردن گلا به گردنشان دوخته شده؟ تمام یا بدر التمام نشده. حالاتی از وار الله متعال برای ما قصه میکنه، بیان میکنه. اون مردم کدام مردم بودن؟ مردمی بودن فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. زمانی که انسان قدم در راه الله متعال میمونه، ولو که هر قدر سختی بیایه باز شیرینه، باز لذت طال مشکو غرامی یا نور الوجود. ما چیستیم؟ جان ما چیست؟ مال ما چیست؟ آبروی ما چیست؟ الله را بشناسیم. الله کدام ذات و دینش چی قدر و قیمت داره. کاش که الله متعال امی عمر ناچیزی ما را، جان ناچیزی ما را، مال ناچیزی ما را، وقت ناچیزی ما را و آبروی ناچیزی ما را فقط به قربانی دین خود قبول کنه. طال مشکو غرامی یا نور الوجود. و من خو میگم که جوانای دعوتگر ما همیشه انتظار اینمی گپا را داره حتمی.
که ما آغاز کرده اینمی دعوت و ما آرام نمی نشونم و ما اتمن از هر طرف سرم خیر میشم. حتی در سرحدی می رسم که اقارب و دوستایم هم شاید سلام از سرم ترک کنم و تهدید شام که مردی تا در قبرستان نمیمانم و تهدید شام پدر بگوید که در خانه تو دیگه حق نداری، عاق هستی، و مادر بگوید که شیر برات نبخشیده، دوست و قوم بگوید که ما تو دیگه تعلقی نداریم، تو امورای تا پیش میبری. اون همون موضوعات است که هر کسی مخلصانه در راه دعوت قدم بگذاره دیگه پا برش پیشودنی است و این ما باید سری خود لازم بدانیم، حتمی هست. الله متعال امو حالات همراه های انبیاء علیهم السلام برای ما بیان میکنه که در راه الله چیزی که برش رسیده اما و هنوز سست نشدن که همت از دست داده باشد، اینطور فکر کرده باشه که دیگه ما پاشان شدیم. به این شکی نیست. آدم دعوتگر و آدمی که برای نشر اشاعت عقیده قرآن و حدیث مبارزه میکنه این یاد داشته باشه، این آرام نمیشه و آرام نمیمانه، نمیگذاره شد. شما عزیزای امروز اینجا هستی، خود یادتان باشه به الله قسم در هر گوشه دنیا که کدام حرکت شروع است این را بفهمید، به الله قسم به خاطر محو نشر اشاعت عقیده قرآن و حدیث است. نمیگذاره مراکز قرآن و حدیث رونق پیدا بکنه، زیاد شوه، شایع شوه و مردم بیدار شوه و اسلامی را میخوان. تبلیغی هم برادر تبلیغی ما اسلام است، مسواک در جیبش است، بگه ریش ماشاءالله سیسته عطر زدگیسته، لیکن در پنتاگون و در گنفنامو هم میره تبلیغ میکنه. هیچ حراسی دنیای کفر نداره. دنیای کفر که حراس داره از کدام کس داره؟ کسی که قرآن را در دست میگیره و کسی که کتاب الله را در دست میگیره او را آرام نمیگذاره. او دشمن و دوست فرق کرده میکنه که کی دشمن است و کی دوست است. از همون خاطر اینمی جنگاره که شما میبینی فقط و فقط دسیسه هایی است که برای محو کردن مراکز قرآن و سنت است. جایی که بر مرکز قرآن و سنت است از بین بره یا ایستکی متقاعد شود، بیشینه دست برداره از اینکه اعلان جهاد بکنه و بگویه که جهاد هم یک فریضه الله متعال است، یا از این قرار بشینه بگویه که ما ضرورت به جهادا نداریم، جنگا نداریم، صلح میکنیم، میشینیم. اینمی قسم اینی تو اگر کردی آرام آرام است. اگر نه که گفتی که نه جهاد تا روز قیامت ادامه داره، این مبارزه وظیفه اصلی مسلمان است، ماندنی نیست. این ما باید بدانیم. فالحمدلله شکر الله متعال بکشه که در این راه قدم ما و شما برداشتیم. امتیاز ما چی است؟ ما چی امتیاز داریم؟ امتیازی ما دهیسته که به خاطر الله کسی تو را سلام نندازه، به خاطر الله من شیخ سے پنپیر الله مغفرت نصیب کنه برش، جنتا برش بوده، میگه به این دو گاڑی را استاد کرد لیکن برای شیخ پنپیر استاد نه، این دو را برداشت این را نبرداشت. من میگم که بهترین ساعت برای شیخ سے امو ساعت، بهترین ساعت امو ساعت. از این خاطر ما به خاطر از اینکه اینجا دوستای ما ناامید نشوه، مایوس نشوه، شما باور به الله متعال بکنید که ما را دشمن نمیگذاره که منسجم شویم. این یاد داشته باشید. موانع ایجاد میشه، مزاحمات ایجاد میشه، ما یقین به الله بکنیم که دوستی ما به خاطر رضای الله است، ولو که در هر نقطه برادر مسلمان ما باشه، اگر در تکلیف باشه، اگر اینطوری احساس نداشته باشیم که مسلمان هم داشتیم مسلمانی خامی را بگه، خب باز هم به خاطر امی تکمیل آیت قرآن کریم که الله متعال میگه و ما ضعفوا، این مردم ها ضعیف نشدن که خود ناتوان احساس کرده باشه در مقابل کفار بگویه که دیگه از ما خلاص است برادر بیاید تسلیم شد. نه، مؤمن تسلیم نمیشه و دنیا به الله قسم درک کرده. این یاد داشته باشید، دنیا درک کرده، دنیا شناخته که ما مجاهد و مؤمن واقعی را هر قدر فشار بیاریم این را در زیر اسارت خود آورده. این را بفهمید که دنیا هم این را فهمید. الله متعال میگه و مستکان تسلیم هم نشدن برای دشمن که گفته باشه که ما دیگه قتلتان سر و کاری نداریم. الله متعال داخل چی میگه؟ برای ما نمیگه که بلدینگ ها براتان میدم، حکومت براتان میدم، اینطوری میگه. نه، فقط
اینمی معاملات ما صابر هستیم. چیز که استقامت اختیار کردیم. او الله یحب الصابرین. الله که تو را دوست داشته باشه پرواز کی نداری، غمی کی نداری، محبت الله که امر آدم باشه، بس هیچ نیازی به کسی نداری. بس وقتی که الله تو را دوست داشت ولو که هر رقم میشی شوی الله تو را دوست داشت، ما کل حرکت ما بدیم خوش بایستم که الحمدلله به این دیوار شما فضل الله سبحانه و تعالی خصوصا طبقه جوان محبت داره، با دین محبت داره، با دعوت محبت داره، با جهاد محبت داره، با مبارزه محبت داره و هیچ جایی تو احساس نکنی که دوستای ما که در کابل هستن یا در جای دیگه هستن. الحمدلله یکی از جمله مزایای حرکت سلفی، البته سلفی گروه نیست، این ما اولی واضح براتون بگم، سلفیت نام یک طایفه و گروه نیست. سلفیت کسی که مطابق منهج سلف ما حرکت میکنه، نامش هر چی که باشه. اینمی حرکت تا این حال الحمدلله در افغانستان دو شاخ پیدا نکرد. یک نظر و فکر است، اگر دواخانه بدخشان است، اگر در سری چی سبب بامیان است، اگر در اون طرف هلمند، کلگی الحمدلله یک ذهنیت داره، یک مفکوره داره و کلگی تلاش میکنه الله در هر جای کامیاب کنه. ما یقین داریم اگر ما بریم الله متعال دیگه مردم پیدا میکنه، همین سنگر وا پر میکنه. لیکن ما از الله متعال فقط با عاجزی سوال میکنیم که الله ما را از سنگر دور نکن، از این مبارزه دور نکن، از این دعوت دور نکن. اگر مرگم سر ما میاد به می حالت و خوش داریم که به می حالت يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرام والمدح فني يا بدر التمام يا بدر التمام